باز شما از دولت آلمان چی خواهش میکنین؟ از دولت آلمان خواهش میکنیم که کل بچهای مجرد افغانستان از طرف افغانستان دوباره دیپورت کنن. بچهای افغانستان کلش طرف افغانستان دیپورت کنه؟ چرا خیلی انتظار داشتی طرف بنگلادش دیپورتشون کنه؟ که چی حالا دکن در آلمان چرا چی کار کردن؟ تجاوز میکنن، زنای خودم میکشن. بچهای مجرد باید طرف افغانستان دیپورت شون به خاطر که زنای خودم میکشن. هیچ جور نمیه. چرا؟ مجرد باز زنای خودم میکشن. برندم افغانستان همونجا را آباد کنن. برن افغانستان همونجا را آباد کنن. خبر نداری که عاقبت گرگزاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. آدم بد هر جای بد است. خاک دست سرتان نشه که نام مال کلتان بد کردی. حالا قدر بقار گپ میزنی با دلتان میسوزه میگی خاک در سرتان نشه. خب بگو خاک در سرتان شود. لا حول ولا. ما میگی گیزکان هم افغانستان بد کرده، شما مردان هم افغانستان بد کردی. این صدایش از کجا میبره؟ کسی تای جر شده اگه یاری کجای تو را دور بتون که فیته جور شود. صحیح گپ بزن که ما بفهمیم. چند روز هست؟ یک روز در سرش میبرید، یک روز یک تجاوز میکنید، یک روز یک کار دیگه میکنید. حال چرا جرینگانه واری جرینگ داری؟ صحیح گپ بزن ما بفهمیم چی میگی. آیستا یکم نفس بگی کال پوکانید میترقه. من خواهش میکنم که اول ترانسفر را قبول کنه دولت آلمان. زکا باز زنای مجرد با در دور سوم فامیلی مردم مثلا کدام این باز گپ زدن شروع کرد. چو باش تو گپت فهمیده نمیشه. کس مشکلی داشت رو قبول کنه. مرا رئیس اداره مهاجرین کن. تو را رئیس اداره مهاجرین چی؟ مرا رئیس اداره مهاجرین کن. توبه برو ما رفتم.